زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمودن 3 چیز رو من از این دنیا دوست دارم. حب الیه، فرمود محبوب است پیش من از دنیای شما 3 چیز. بابا این همه دنیا، یکی ماشین پیشش محبوبه، یکی خانه پیشش محبوبه، یکی سفرهای چنانی. من از دنیای شما 3 چیز پیش من محبوب است. یکی زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمودن تلاوت و کتاب الله، قرآن خواندن. دوم نگاه به چهره پیغمبر، چون نگاه به پیغمبر خدا عبادت، النظر فی وجه رسول الله. و سوم الانفاق فی سبیل الله، انفاق، قرآن خواندن، نگاه به پیامبر کردن، انفاق در راه خدا. خب حضرت زهرا این عبادتشه، این بندگیشه، در عین حال اون تعاونشه، اون همکاریشه، اون شوهردوستیشه، اون اطاعتش از همسره، اون صداقتشه. اینا باید تو زندگی برای ما الگو بشه، ملاک بشه.